تلقی براتون کنم و به انشاءالله دعا میکنیم. واقعا سالهای 50 عصر 20 در فرانسه به وقوع پیوسته است. فرانسه شنمی فرانسیایی امروزه. یک مرد مسلمان، یک حاجی با نام حاجی ابراهیم در شهر پاریس یک دکان بقالی داشته است. همون مردم همون محله از همونجا خرید میکردن شیر و روغن و شکر و آرد و مقصد اشیای زندگیشون. در همون محله یک عائله یهودی زندگی میکرده است. یک پسر داشتیم با نام جادش اگر با زبان خودمون با زبان عربی و زبان اسلامی بگیریم یهود میشود. اکو مردم اروپا جاد میگن میره. این اودا میگن که روسا این نام است، اسم خاصه. بچه که 7 ساله هر صبح می اومده است از دکان حاجی اسماعیل شیر می خریده برای خانه شما و همه هر سحر می اومده است موارد خوب یافته یا شکلات می گرفته در کیسهش می زده است می رفته. عادتش همی بجای می تزیده است یا شکلات همی کودک مردم خنده دوست می دوره شکلات. یا روز سراسیمتر می آید ای خواب خیزوندیانش چشماشو شکیده دیگه نمیتونه شکلات زیده. در همون دهنی در شیرش حاجی ابراهیم مونده دست میگیره و خفا میگرده که حاجی صداش میکنه جاد میگه و شکلات نگرفتی یه روز کو؟ میگه شما میدونه من شکلات میگیرم؟ من میگه 6-7 ماشین میدونم. میگرفته است میدیده است حاجی بود تاکیدش نمیکرده است. و گفت چرا مرا من نکرده؟ گفت از من کردن ایت چی فایده؟ اگر خداوند که تو را هدایت نکنه و این کاری بده بس نکنی آخه اینجا معنت بکنه میره ایت دکان دیگر دزدی میکنی. گفت حاجی گفت من به شما وعده میتونم که دیگر دزدی نمیکنم ای دکان شما. گفت تو به من نه به خدا وعدته که اصلا دزدی نمیکنی. دزدی جنایت های. نصیحت ببینید فرزند خدا نصیحت نمیکنیم. دزدی جنایت های. گفت با این مردکم وعده کرد که من دیگر دزدی نمیکنم. یا شکلات خودش برآورد دادش. هر سحر می اومده است شیر میگرفت است حاجی هم یا شکلات خودش میداد استش. سالها میگذره اگه این رفیق شده است کودک شیرینی دادی جورا نمیشه وقتی این مسافرها بهوده ای معرکو شکلات رو در کیسه نمیزنن بیارن نواسو را بتن و برای دلیاوی هستی. هر مشکلی که به سر ایجاد می اومده است حتما پیش همین حاجی می اومده. خواه درست سپاریده نتونه، خواه یکون بچه قدی گفش بگریزه، هر مشکلی در حیات می اومده است این حاجی را می گفته است یا لحظه صبر کن. یک کتاب داشته است کتاب باز میکنه چیزی میخونه و به یا مصلحت میته. قدرت خداوند همون مصلحت همین خیلی با موردی خشروی میگه که مشکلش حل میشود. در ذهن جاد علاقه مستور شده علاقه جو گرفته است که حاجی یک کتاب سحرناک داره. سالها میگذره ایجاد مکتب خلاص میکنه. یهودی ها عادتا بسیار اعلی خوانند در مکتب بسیار زیرکند. بعد ختم کردن مکتب داکومنت ها را در گاروارد میسپاره. این گاروارد یک مکتب عالی است در شهر بوستون امریکا. یکی از بگیم مکاتب عالی از همه با قدرترین پرستیژی ترین حساب میخوره. حتی یک گپ است که میگن کسی گاروارد ختم کرد اتوماتیک که الان میلیونر ببروید و برای در هر فرما کارش میگیرن. این جا در همونجا داخل میشود. 2 سال پای در پای همونجا بوده است. بعد 2 سال به خانهشون پریش میآید خبرگیری. نزد دوستش ابراهیم میآید خبرگیری که دوستی من چه حال داشته باشه. میآید که در دکان پسر ابراهیم شیشته است. وقتی از ابراهیم پرسان میشود پسرش میگه که خدا رحمتش کنه. دعوت خدا را لبیک گفت رفت. زیق میشود جان. میگن که برای شما یک چی وصیت کرده است. یک لحظه صبر کنی و وصیت چه میرسونم. این وصیت رسوندن واجبه. امر میکنه از خونش میروند یا دیپلمات میورن. دیپلمات هم میدونه نه سونکای مخصوص برای نمی کتابگیری و برای پولگیری میورن. دیپلمات هم میتنش خونه میورد جاد. دیپلمات هم میکشویا همون کتابی سحرناک همون کتابی که حاجی میخواند مشکلایی را حل میکرد باز میکنه خونده نمیتونه. خطی لاتینی نیست. یک رفیقی مراکشی داشته است نزد همون میروه که همه حاجی رحمتی برای من کتاب مونده است. خوبی دی چی کتابه؟ میگیرم میکشویش میگه قرآن. جاد میگه نمازید بید و نخود در قرآن مشکلای من نوشتگی باشه. سودا میگه در قرآن مشکلای تمامی
زندگی و حیات و ممات نوشتگی های مشکلات کائنات همش در قرآن است. جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال. تمام علوم در قرآن هست، عقل انسانان هم میگیره. یک چیزی را کشف کردن اگر کشف شد بعد دیگه میگیرن سبحان الله اوی در قرآن بود است کو. انسان خاصیت شبیه است. شد هوسمند میشود، قرآن میخونه، اول به زبان فرانسوی، بعدا آهسته آهسته میآموزه به عربی یادش میگیره. در مدت 3 سال به هدایت خداوندی همه جا قرآن حفظ میکنه، مسلمان میشود. این جای افسانه گویی نیست، اصلا مسجد جای افسانه نیست. این آدم دکتر جادالله قرآنی نام داره. سال 2000 جایزه شاه فیصل در همین دکتر جادالله قرآنی دادگیان. و از همه خدمت کرده ترین در اسلام همین جایزه سپاریده می شود. این مثل جایزه اسکار است. همین دکتر سال 2000 سزاوار همین جایزه شده است برادران. وقتی مسلمان شد همین یهودی بچه نامش جادالله ماندن و از بس که قرآن در 3 سال حفظ کرد جادالله قرآنیش میگن. به شرافت دعوت دکتر جادالله قرآنی 6000 نفر در فرانسه دین اسلام قبول کردند. نصرانی ها برادرای عزیز به این اکتفا نمیکنه. ریسپوبلیکای افریقای جنوبی میکوچه میآید. یوار در مدت 3 سال در یوار، همون سال 2000 یوار اومده است، در مدت 3 سال به شرافت دعوت دکتر جادالله 1 میلیون زنگی از قبیله زلوس دین اسلام قبول میکنند. الله اکبر. در سن 53 سالگی خدا رحمت مغفرتش کنه ایما جوانتر بوده است. دکتر جادالله قرآنی در شهر پریتوریا از دنیا میگذره. حالی در همین ریسپوبلیکای افریقای جنوبی در شهر پریتوریا قبرش است. مسلمانایی که از باخبر و آگاه هستن وقتی که رفتن زیارت میکنن قبرش. به قدر این حیات رسیدن در کار، به قدر علم رسیدن در کار، به قدر دین رسیدن در کار، به قدر آزادی رسیدن در کار، به قدر آبادی رسیدن در کار. قدر شناسیش چی است؟ عبادت خدا، اصلاح خاندان، اصلاح جامعه. که حضرت موسی به بیت المقدس آمده بود، نزدش آمد، در بیرون در ایستاد. در بیبلی آمده است که یک مرد را داخل خانه میفرستد که خب بگو اگر تو پیغمبر هستی دعوی پیغمبری داری در پشتی در کی ایستاده است؟ حضرت عیسی گفت در پشتی در انتی خریست ایستاده است، دجال. انتی خریست یعنی که در زبان بیبلیت دجال انتی خریست میگن. ما دجالش میگیم به او خاطر که پیامبر دجالش خواند. دجال در زبان عربی به معنای کذاب یعنی دروغگو، بسیار دروغگو و مکار می آید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون بدبختا و کافرایی را که نعوذ بالله دعوای پیغمبری کرده اند در تاریخ و شاید در آینده هم بکنن، همونا را با نام دجال یاد کرده است. در جامع سنن ترمذی اومده است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماید انه سیکون فی امتی الدجالون الكذابون 33. حضرت میگه که دجال های کذاب دروغگو در امت من 33 نفر ظهور میکنن. کلهم یدعی انه نبی و انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. هر کدامش ادعا میکنه که من پیغمبر هستم، در صورتی که من خاتم پیغمبرها هستم و بعد من دیگه هیچ پیغمبری نیست. یعنی که پیغمبر همون دروغگوها را شخصایی که دعوای پیغمبری میکنن با نام دجال یاد کرده است. از این خاطر ما همون انتی خریست دجال میگیم. در بابای حاجی میگه که خرید دجال چی میشوه؟ پرتوی خرتونه خدا بگیره او خره